درودی فراوان به یک همه تو میلاد نیکتو هستم. امیدوارم هر جای دنیا که باشین حال دلتون خوب باشه. دوستان قبل از ویدیو لایک، کامنت، سابسکرایب از یادتون نره. دوستان لطفا دوستان کامنت بذارید، لایک کنید، سابسکرایب هم از یادتون نره. دوستان ما رو خیلی خوشحال میکنید با حمایت های خوشگلتون. دوستان تو این ویدیو یه حرفی باقی نمونه، بریم سراغ ویدیو. دوستان تو این ویدیو یه برنامه‌ای بهتون پیشنهاد میکنم که خیلی خیلی کاربردی هستش. این برنامه دوستان آنتی ویروس، نمیدونم چیشه، انگلیسی دوستان زیاد خوب نیست دیگه، خودتون ببینید، به بزرگی خودتون ببخشین دوستان. این آنتی ویروس دوستان، این برنامه آنتی ویروس مثلا از اون آنتی ویروس های ضعیف نیست، هیچ کاری نکنن برات، هی فیک باشن. این دوستان اصل جنسه، یعنی به این بره بازار، فقط همین دیگه بهتون پیشنهاد میکنم. هیچ برنامه یا پیشنهاد دیگه بهتون نمیکنم، فقط همین دان کنین. دوستان وقتی گوشیتون کامل ویروسی میشه، میرین داخل برنامه، از برنامه یه دفعه میره بیرون، یه کمی تو برنامه وای میسه، بعد میره بیرون، میری تو بازی ها، از بازی هم تا میره بیرون. اون دوستان نتیجهش اینه که گوشیتون کامل ویروسی شده. باید ببرین تعمیرکارای موبایل براتون خرج هم میبره دوستان، باید کلا گوشیتون رو ریست کنن. خب دوستان این آنتی ویروس فقط با یه دکمه بزنی تموم، یعنی هر ویروسی که بگی برات پاک میکنه، به شرطی که برنامه‌هایی که ویروسی رو پاک کنی. منم همین جوری بود، از کردم درست شد. خب دوستان وقتی رفتین داخل برنامه چیزای اینا رو میزنین، برای شما همینو میاره. الان برای من اینو آورده یه جوری دیگه است، میگه تو باید الان برنامه حذف کنی. دوستان اگه به این دکمه بزنین، الان این قرمزه، به این یا نارنجی فرقی نداره، به این دکمه بزنین، گوشیتون از همه ویروساش یه برنامه یا بازی هایی که چیزن ویروسی هن نشون میده، میگه باید حذف کنی، ورنه ویروس کامل نمیره. اونا رو حذف میکنین و دیگه من اینو نمیزنم، چون که بعد برنامه های ویروسی رو حذف کنم. دوستان خودم حذفشون میکنم. اینا هم دوستان مثلا گوشیتون رو سریع، خنک، اینا رو هم میتونید بزنید دوستان. برای دانلود این برنامه من تو دیسکریپشن اسم برنامه رو براتون میفرستم، کپیش کنید بریم بزنید. خب اینو میزنیم، یه لحظه صبر کنید دوستان. خب بیار بودو بیار. اینترنت من دوستان خیلی ضعیفه، اینترنت هم خیلی ضعیفه. خب این بود دوستان، نمیدونم، فکر نکنم این باشه. یه لحظه صبر کنید. اندروید خودشه اینه. میزنید به این سایتی که براتون، نه اینم نیست دوستان. برنامه بنده کجاست؟ برنامه من. خب تصاویر رو میارم دوستان، یکیشون تصاویر برنامه من رو میاره بالا. یه لحظه صبر کنید، اینترنت هم ضعیفه، هیچی بالا نمیاد. الان استاپ میکنم دوستان تا بیاد بالا. خب دوستان این برنامه رو ابتدا شما باید دان کنید. این برنامه این مال منه، این چی میگم بهتون، عکس رو که آوردین براتون میاره بالا. خب اجازه دادن 4 خونه میشه دانلودش کرد، نمیدونم دوستان 13 میگه. خب یه لحظه صبر کنید بیاره بالا. خب دوستان اینجا دانلودش میکنین. نه اینو دانلود نکنید، دریافتو میزنم، خودشه. اینو دوستان دانلود میکنید. این که میگه به تلفن شما آسیب میرسونه دوستان همش دروغه. اینجا دانلودش میکنین و لذتشو میبرین. فکر کنم داخل مایکت از این لحظه برم ببینم دوستان. رفتم گشتم نبود.
و دوستان شما اینو میزنید، بیا براتون توضیح بدم. خب اینو میزنید که براتون میفرستم میاره بالا، تصاویر رو میزنید، این نوشته 2021، اینو میزنید براتون 4 خونه میاره بالا، یه لینکی بهتون میده، اونو میرین دانلود میکنید و برنامه رو میگیرید. مال منم 2021 نگین 2023 2023 دوستان امتحان کردم جواب نداد، همین 2021 جواب داد، 19 هم جواب نداد. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.